باشه. این شخصیت حتی اگه شانس کمی وجود داشته باشه یا حتی اگه شانسی وجود نداشته باشه کافیه بخوان، هر آن میتونن به مسیر خوشبختی برگردن. این رئال مادریده، تیم معجزه ها، تیمی که همیشه برای برد بازی میکنه. رئال لیگ قهرمانان اروپا رو تبدیل به یه جام کوچیک برای خودش کرده. همه میگن فینال ها برای بردنن، حالا همه قبول دارن تو این مهم رئال بهترینه. اونا از کسب موفقیت سیر نمیشن. باید خیلی ذهن برنده و سیریناپذیری داشته باشی که چند دقیقه بعد از یه قهرمانی به بعدیش فکر کنی. این عادت رئالی هاست. راستی رئالی که باشی تو زندگیت هم همیشه امیدوار به بازگشت و برنده شدنی. خوش به حالتون.